چطوری نیگا؟ سریع خلاصه از اتفاقات قسمت قبل براتون میگم. مامان اسموک پسرشو مثل مف از خونه پرت کرد بیرون که بره زن بگیره برگرده، ولی زور زدنای اسموک بی نتیجه بود. در همین حین دوتا داف خوشگل اومدن گروه استریت خونه بگیرن. من از یکیشون خوشم اومد، بهش پیشنهاد دادم که بریم اطرافو بهش نشون بدم. اونم قبول کرد. حالا میخوام بهش بگم که با قبول کردن پیشنهاد دوستیم بهترین اتفاق زندگیشو رقم بزنه. بریم ببینیم. Shit. Here we go again. این چه وضعشه؟ این همه جمعیت توی کره زمین و یه دختر بیگ اسموک پسند پیدا نمیشه. اصلا بذار یه سرچی بکنیم واقعا جمعیت کره زمین چقدره؟ حدود 7 میلیون نفر جمعیت زندگی میکند در کره زمین. اینجور فایده نداره. باید برم تو فیسبوک و یک دختر خوشگل پیدا کنم. زشت، عملی، یوبس، این چرا از پشتش عکس گرفت؟ فکر کنم خیلی خوشگله و نخواسته چشش بزنن. بذار بهش پیام بدم با هم بریم بیرون. لعنتی یه نفس عمیق بکش، سر صحبت و باش باز کن. خب اسم قشنگت چیه؟ موچی. موچین که اسم نیست، باش زیر ابرو برمیدارن. مومچی. همین اول کاری ریدی. اب نداره، هوشمندانه ادامه بده. آها اسمت خیلی سخته، یادم نمیمونه. صدات میزنم پریوش. من به شخصا ریدم تو اولین اسمی که اومد به ذهنت. باشه اوکی، هر جور راحتی. خب ببین، من خیلی وقته که دیگه دورامو زدم. الان فقط دنبال آرامشم. تو سینگلی دیگه؟ والا من که نمیشه گفت سینگلم، در شرفم. نیگا غلط کردی. جانم؟ ها هیچی نیگا، با خودم بودم. بذار یه آهنگ گوش بدیم. پریوش که بد کرد، غلط کرد، شوور کرد، همه را در بدر کرد. خب پسر کی هست حالا؟ خاک تو سر گوش کنن کثافت عوضی. پوفیوز. فعلا که کسی نیست، ولی من منظورم این بود اگه کیس خوبی پیدا بشه چرا که نه. احسن، چقدر خوش گفتی پریوش. تو محله همه به من میگن پسر خوب گروه استریت. جدی؟ چه جالب. قاسم سوپرزن. قاسم سوپرزن کیه دیگه؟ ها صاحب اینجاست، بنزین سوپر میزنه. حتما رفته پیش شهرام شورت فروش. یه لحظه اینجا بمون، پا به گاز نزن، الان میام. جون چه دافی، از این به بعد دیگه مال منی. از کجاست این زیبای خفته من؟ بابا از گرما پختم. What the fuck؟ بهار بازم بیا عشق. فتبارک الله احسن الپشمام. بخواب رو زمین ببینم، تکون نخواه. این یه سرقت مسلحانه است. من هیچ پولی ندارم، با هم کاری نداشته باش. داری دروغ میگی. 2 میلیون فقط پول اکستنشنته. به خدا 1,500,000 از اکستنشن تهرانی تخفیف گرفتم. اسم نبر عوضی، پول داره مگه که داری تبلیغ میکنی؟ پاشو ببینم. من اصلا خودم بچه مایم. منظورم از سرقت این بود که چشات دلمو دزدیده. بیشور با تفنگ اومدی بالا سرم، داری حرف عاشقانه میزنی؟ ما گنگمون بالاست، اینطوری حرف دلمون رو به یکی میزنی. گنگ دوستم بالاتر، الان میاد گود نایتت میکنه. دوستت سیخی چنده بابا؟ بیس اینجا تکون نخور وگرنه به چلیک میکنم. مرد که شالاموس مازم دوست دختر من میشی، الان سر و تهت میکنم زمین رو با جارو میزنم. به من میگن سی جی، پسر بد گروه استریت. انا آقا کجا رفتی؟ اسکل با زندگیت خداحافظی کن. پریوش کجایی که دوست پسرتو کشتن لعنتی. شل کن خودتو، به خودت فشار نیار. تو رو خدا مواظب باشید.
حواسم هست عزیز. مثل سگ داری دروغ میگی وحشی، دردم بیشتر شد. آروم باش، الان باید بیمارستان بهت رسیدگی میکنی. دیجی عزیزم آرامش خودتو حفظ کن، هیچی نیست. چرا ان میگی؟ بهم تیر زده، دارم نور سفید میبینم، الان میمیرم. چی شده باز؟ یه نفر به سی جی شلیک کرد، حالش خوب نیست. ای وای، بریم بالا ببینیم چی شده. وایسید بابا، مگه شما برید بالا حالا اون زودتر خوب میشه. وایسید یه سیگاری بار بزنم. نشه حالا 1 ساعت سیگار نکش، مگه من نیستم که دارم جلو گشنگیمو میگیرم. کف تا تو که قبل اینکه بیایم اینجا یه ساندویچ دونونه زدی. کپک تو هم قبل اینکه حرکت کنی یه کوک زدی. خب تو خری نمیفهمی، باید بعد کوک سیگار بکشم که بدنم به تعادل خاص خودش برسه. من الان وسط تعادل خاص بدنت. این شاسکولا رو اگه بذاریم تا صبح با هم کل میکنن. بریم بالا دیگه، دیر شد. دکتر وضعیت بیمارمون چطوره؟ عرضم به خدمتتون، ضربه‌ای که بهش خورده باعث تنگی عضلات قفسه سینه و اسپاسم عضلات شده. آیوی و آمیروفیلی، دگزا و دیاسپان بهش دادیم. سرم که تموم شد آیوی رو دیسی میکنیم، یه چست هم ازش میگیریم. پیشنت پرابلم اگه نداشت دیسچارجه. یه جوری بگو ما هم بفهمیم. من که مخم گوزید. یعنی چی آقای دکتر؟ منظور دکتر اینه که این به گوز بنده، به چوز پیونده. آقای دکتر یعنی خطر خیلی جدیه؟ تا کی بستری میشه؟ معلوم نیست ولی چیز خاصی نیست. صبر کنید ببینیم چی میشه. پس با این حسابم نمیتونه غذا بخوره. سهم غذای ایشونو به من بدین، من براش نگران میدارم. تقریبا 35 ساله میزد، ریش و سیبیل داشت، موهاش هم کوتاه بود. نگران نباش، ببینمش میندازمش تو گیونی، یک افگورگی هم میزنم تو صورتش. من چه کمک دیگه ای میتونم بهتون بکنم؟ ببین همیشه مجرم به صحنه جرم برمیگرده. بریم اونجا که این اتفاق افتاده بررسی و مداقای نهایی رو انجام بدیم تا ببینیم نتیجه قایع چی میشه. پس این کچل انچهره کجا رفت؟ چی شد؟ چی کار کردی؟ ببین میخوام برن دوباره سمت پمپ بنزین ببینم مدرک میتونن پیدا کنن یا نه. خب خوبه، تو برو دنبالشون، پلیسا رو به فاک بده، دخترم بدوز ببر محلمون تا من برم تو بیمارستان این یارو رو سر به نیستش کنم بره. اوکیه، خیال تخت خواب. حال بیمارتون خوبه، با دقت کامل بخیه‌اش کردیم و بردیمش توی بخش. انشالله که با استراحت کامل حالش بهتر میشه. خب خدا رو شکر، دمتون گرم. یکی بیاد به دادم برسه، من یه جا دیگم تیر خورده، چرا گردن مارتل گرفتین پوفیوزا؟ پف، بیاین من از کنار این گوزوی اعظم ببرید به شرفتون. از گوزا اسموک شیمیایی تره. کثافت پیر لوبیا هم خورده، توف تو این بیمارستان. خب همینجا بود؟ آره همینجاست. Surprise motherfucker. ای وای چی شد؟ حالتون خوبه؟ احمق، کیو دیدی بعدی که خودن حالش خوب باشه؟ نیاز به هوای آزاد داره. دووم بیارید، الان میبرمتون توی فضای باز. میخوای بهتون تنفس مصنوعی بدم؟ جون آره بده. خب خوشگله، تو باید با من بیای یه جای خوب. ای آنه کچل، سورپرایز. مرسی که اومدی داداش، ممکن بود بلایی سرم بیاره. نگران نباش، من این احمقا رو میشناسم، الان زنگ میزنم بچه‌ها بریزن تو محلشون. رایدر آدرسشون رو برات SMS کردم، کمک نیاز شدی یه زنگ بزن تا نیروی کمکی بفرستم. یه RPG بهم بده، میخوام این محله رو به خاک و خون بکشم. کار درسته. در خدمتتم داشی. آخه خوابیدی؟ الان به آغوش یه مرگ عمیق و بی سر و صدا میبرمت کوچولو. حرومزاده فکر کردی اینجا گتره‌ای یه سرتو بندازی پایین بیای داخل؟ برو گم شو سر قبر شوهر خواهرت. دستا بالا. اوف، این ویو بوی خون میده. وقت انتقام پشمای فر خورده. این کیه دیگه؟ الان جا خالی میدم عوضی. پیداش کردم. خشاب لعنتی هم تموم شد که. هنو هستین؟ اگر RPG اضافه دارین لطف کنین بدین که بزنمتون. الان
روح در آرامش ابدی قرار میگیره پسر. نه رینی پیرمرد، من به چوسم هم باید میبرتت. شله کنی. ناموسن خودم ریختم پشما موندن. محبوب ده دیکھنے کار. اسم من وزیه، در خدمت بچهای گرو استریت. عزیزم خوب استراحت کردی؟ آره هانی. بچه ها کجان؟ سویت و رایدر که تو همین حوالی هن. اسموک هم رفته سر قرار. چی گفتی؟ بالاخره با یکی اوکی شد. مگه عکساشون رو یخچال ندیدی؟ یا اکثر امامزاده‌های در دست احداث. این دیگه چه سلیقه گویی این بشر داره. همه چی عالیه، چه حس و حالیه، نگاه تو ندوز نزن. چه صحنه عاشقانه‌ای. وقتشه برینم توش. کی بود؟ لعنتی جرأت داری خودتو نشون بده. ای گوزو، مثلا میخواد جلو دوست دخترش خودشو شجاع نشون بده. کجا رفت؟ You picked the wrong house, fool! Oh shit! احمق، منم سی جی. عجب خری هستی. اگه پیدات کنم بازت میکنم. به همین راحتی. shit! اگه جرأت داری وایسا. سوار چه خوشگله. این بدبختم حالا برای ما شکست عشقی خورد. هی اسموک. جون چه گوشتی. آره حاجی، همبرگرش 90%. نه خودتو میگم. نادر تاب دادت کاری سرت بیارم اسمت برا عیادت.